بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز ابن قیم رحمت الله علیه، الله قبرش پر نور کند، عالمی برجسته، میفرماید که بسیار سخنی زیبا است برادرای گرامی، بسیار سخنی زیبا، بسیار سخنی که به همین عصر و به همین وقت ما، زمان ما تعلق دارد. میگوید که فسالک سنت النبویه غریب بین العباد. اونی که چنگ میزند به سنت پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم، با راه و روش پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میرود، اون انسان غریب است در بین بنده ها. ببینید، اون انسان غریب است. غریب به معنای چی است؟ یعنی از دیگر مردم دیگرگون است. دیگر مردم دیگر طرفن، وای تماما دیگر طرف است. در اونی که به دین خود، به سنت پیغمبرش چنگ میزند، او در بین مردم چی است؟ در بین بنده های الله غریب است. فرید بین کل حی و ناد. میگه کمیافته است، کمیافتی است در بین هر یک زنده، یعنی که کمیافتی است، نادر است، فریدی هست بین هر یک زنده و چی؟ در بین هر یک زنده و چی؟ و اونی که فریادش میخوانی. و بعید على قرب المکان، و دور است، دور است، ولی همون دور است ولی که مکانش نزدیک است. و دور میتابد، نه که مکانش نزدیک است. وحید علی کثرت الجیران، تنهاست، تنهاست، نه که با وجودی که همسایه های بسیار دارد. بینید، تنهاست، نه که با وجود گرد اطرافش همسایه بسیار هستند. برای چی؟ برای که در راه روشی پیامبری بزرگوار است، چنگ میزند به سنت پیغمبر. حاضر هر نام شو میگذارند، اینو تریست، اینی تریست. یعنی کسی که به سنت پیغمبر چنگ زند برای مردم غریب است، برای مردم دیگرگون است. میگن این دین نو آورده است، دین نو جاری کرده است. برای مردم غریب است، برای مردم غریب است. تنهاست در بین مردم، کمیافت است در بین زنده ها. تصور کنید چه خیلی سخنای زیبا